دیگرش گفتن حواسی به جا نکن دخترم، حواس نکن هر چیزا، حواس نکن وقتی که اونجا برفتی تو مهمان هستی. فلانچی یعنی چیزا پوشیده، فلانچی یعنی کارا کرده، 2 روز بعد 3 روز بعد میگود حواسمند نشو در اونجا. با قناعت باش. حال من شما اکثر میگم که ما شما دخترام کرتا داریم. امروز در 100 میلیون یک دختر خریده ساده. بعد با چی میگن آخر اینقدر کرتاش نکن؟ میگه که آخر دیگه کی میخرش میگه. با همین که تمام خامردنش همون لباساش میگه میپوشه. نه که امروز برو همین ساعت برو خدا خواست صندوق زن تکشا پیش اگر 50 سال 60 سال شده باشه خانه دار شده همون لباسا پوشیده در دنی صندوق استاده. هر روز یک تا هر ماه میخریش. من سنت برای زن بهارانه لباس، زمستانه لباس خریدن سنت. وقتی که زمستان شد یک قبط برای زن لباس های گرمک سنت عزیزان من. مسی و کلیش و لباس های غوث و جنپرو خریدن سنت. بهار شد لباس بهارانه خریدن سنت. آینه پیش میخری که چی در کار همین؟ چی در کار همین شما مجبور داره که بیکار پولک میلیون در صندوق پکیده در تاق زده یک مدت قشاق شده بگردیم. یک مدت که عقل کار فرمه گفتی باعث صوفی العیار که عقل باید کار فرماید. مرده را بیند و به خود آید. وقتی عقل خدا بیکار نداد. عقل کدی کار کنی بانکرات نمیشه. یه پول عقل نداره خدا خواهد. یک بعد فردا و 3 شنبه خدا خواهدم زد یک سومکا پلته 3 ساعت بعد بدا خدا خواهد یک سومش نمیمونه. باید زن میونش در نکره. تو بیچاره مهنت خودت بسوز. از 20 تا لباس بیزه بی بیمانی 5 تا لباس خدا خواهد 500,000 خط توی که اون لباس هم نمیپوشه. از ما شما هر مارده بودن یک دختر آمده من شکایت کرد میگد از دیگر جای میگد همین خاندار رفتن خاندار شدم یک تاش مرد 14 سال است میگه لباسی سیاه میپوشیده بودم. این خدا نصیب بود که نبا آن شما دراز زنها با چی کنیم لباسی سیاه این در اسلام نیست. برای مردم مخصوص چیزا نیست عزیزان من. اون بیچاره میگه عروسین خزان شد 14 سال از دامنا جان لباس سیاه کردی. اون مهم نیست لباسای خود زیباش کجا شده. نکنه کار پیش میگه دخترم باید با قناعت باشی. سیم چی گفت خدا خواهد انشاءالله با شوهرت یک دل و یک زبان باش گفت. یعنی شوهرت حرمت که گفت. یک جایه گفت شوهرت که هر دا تو کار کنه عزیزانی منم بچه ها نفرت میکنم که بچه ها را بینه. وقتی که زن میگرفته است مادر و خواهر زن باید زن به آدم نوه. این بدبختی بد اخلاق فقط مادر دوست میناخته است. دخترها میگه کوچه ها به من شکایت میکنن که داملا جان بیزار شدم از زندگی. فقط اپام مینازد خواهر مینازد اپت فلان خواهرت فلان امت فلان آب ناموس به امه تو است. اسلام در 4 پیر و 4 تکبیر است. همه 4 کتاب میخونی همین شیارنامین اکثر 4 کتاب میخونی نمیدونم تو چی میخونی چی معنیش میفهمی. همین 4 کتاب میگه 4 پیر و 4 تکبیر. همین 4 تکبیر نه حتی اپای خودت حتی اپای من. اکن یک بار زن در دنی حتی فلان گفت میفارد یا بیایی که یک کوچه افت در دیوار جفید است داشته میفارد. اگر 10 تا بچه داشته جواب شمیدی نه که تو چیکار کرده نسبت اپای وی چی اپای وی نکنی افت هم میکنه نمیخیره دنیا میخیره. اگر حقارت کنی خلاقت تنسی در دنی افت فلان تا اگر اپای وی حتی خدمت نکنی و هم خدمت تصور که شما آلیش میشه خلاص. من از حلیم جان بچهش خدا خواهد او این بچه میشه او دختری های خوانند دختر میشه. من از 1 ساعت بعد بیاد اگر این خدا خواهد اپاین و اتاین به فلان چی خوان نمیگه دخترم تا قبولش میکنه. تو وقتی که خانه و مهمان میشوی بچه هم میگن آب بچگی در بجاب داره تو هم خدمت که خدا خواهد تو چون ما نمیشوی. تو خدا خواهد باید پدرت است و اکش اکت است خواهرش خواهرت است. نخواه پای من حقوق حقارت کردن گیری بعد داشت میگه دلگیر داملا جان دلام همون در زندگی فقط اپن حقارت میکنه فقط خواهر مد فلان میگه نمیتازه خدا که یک بارا مرد چی دیگه زن همون قدر خار میکنی خار کنی خاریش هم میکشی انشاءالله خدا خواهد. روزه میشه خدا میگیرش هیچی نگیرش هم خدا میگیرش. خدا خواهد یک زنی گنده میتید انشاءالله خدا خواهد بعد میبینی
زنی که اولش اصله، دویمش کسله، سیمش مرگه. زنی فرمان برداری پارسا کنن مردی درویش را پاچه. فرمان تا میگیره خلاقت، میگه خدمتش میکنم، هر روز میگه دامنا جان گفشه میکنم، با مینازم، با میزنم، با حکارت میکنم. اگر پارسا باشد، خداترس باشد، نمازخوان باشد، حجابدار باشد، پادشاه میکنه. زنی فرمان برداری پادشاه کند مردی درویش را پارسا. همه روز غمخوری غم مدار که یاری موافقت بود در کنار. اگر روز چی قدر عذاب کشی شو بیایی که زنکت پیشواز دیده براید ایجاش بخزد کرپاچه اندازد مردگار استرای گوه خدا خواهد انشاءالله. این سنت است که زن باید میگد چهره مرد که دیند که من یک زنهای جنتی هم خیلم. زنهای جنتی رسولتم من به شما بگو که زن جنتی است. اگر میگن مرد از کوچه بیاید یکان کس خفش کراشه یا کارش برار نکراشه دست در دستی مرد مونه و گوه که مردک جان اگر تا تو نخندی تبسم نکنی من تا سر اوقات نمیخرم خواه نمیرم وای زن جنتیه. دوره های رسول الله بینن زنهاش چی بدن وقتی که میگد یک زن مرد میگد از کار اومد بسیار ماندشتگی جگرش در دست گفت زنک جان گفت یک کاسه آب بیار دویده میگد یک کاسه آب گرفت تو دید که چهره مردش بسیار سرخانی است بسیار تصویرگی است بالای میگد آب نه یک چند خسا را پرتافت یک چند خسا را پرتافت آورده دادش مردم کم نزد آیسته آیسته پوف کرده سکن خسا یک چیتا کرده آب شید بعد گفت زنک جان گفت برای چی عمل کردی گفت چون که پیغمبری بزرگوار گفته که گفت کدام انسانی که بسیار میتسبد آبی خنه که اگر خورد جگرش کسل میشد از همین ترسیده دیدم که بسیار تشنه هستی همین سارا کردم بارک الله گفت رحمت به طوری زنی عقل دار گفت من فرمان برگشت همه شب غمخور همه روز غمخوری غم مدار که یاری موافق بود در کنار دلارام باشد زنی نیکخواه ولی از زنی بد خدایا پناه دلارام آرامت میتیخ در کنارش نگیرد آب بوسه کردن سنت بین صحابه را زناش بین امروز زنای ماش خدا خواهد مرده کاکی است بوسه که اگر اوباله اوبال چه گفت تسیه بکنی اوباله آخ تو شوهر تا بوسه که شوهر تو را بوسه که این کجاش به صداقت گناه است حتی الله سبحانه و تعالی بین خداوند دو زن و شویه که بازی میکنن به یادگیرش محبت بازی میکنن در خانه خلوت الله خرسند میشید از کاری ما خدا دوستداری ما و شما به نهایت زندگی خوب کنه انشاءالله خدا خواهد به نهایت به دیگر معامله خوب کنه خدا خواهد چی که باشد که هوای است صبر میکنی یک هم میگیرد زنش بسیار بد اخلاق بسیار آزارش میکرد و جوراش جمع میزنن میگن که برادر از همین دسته می بیا خلاص شو سرش جدا شو یک زنی دیگر بگیر گفت من دو چیز امید دارم یکیش گفت پیغمبری بزرگوار محمد صلی الله علیه و سلم گفت است که کدام مردی که از بد اخلاقی زنش از رفتار و گفتار معامله که بد اخلاق از صبر کند الله سبحانه و تعالی ثوابی که ایوب علیه السلام داد همون ثواب نائل میشن همین امید داره یکی دیگرش گفت مبادا سرش تیم با یک خانه جوان میسوزه بادا من بسوزم چون که آیسته آیسته خدا خواهد خوب میشاده حتی خدا قرآن نمیگه اگر یک کاری زن شما با شما معقل نشود دیگرش معقل میشود انشاءالله خدا خواهد با یک کارش خوب است یا که گفت فرزندکای خوبت میتیه یا انشاءالله خدا خواهد گنده باشد خانه تا آباد میکنه گنده باشد یکان مرد گپش نمیپرتاید یکان مرد انشاءالله خدا خواهد صحبت نمیکنه امروز باز شوهردارا هستن و مردای بیگانه صحبت دارن آسته تلفن عزیزان من آسته تلفن چندین خانه ها و رشد است چشمات کشا بیچاره با شور دارد یا که بچه زندان است شب ساعت یک و دو با بزنهای بیگانه صحبت میکنه خدا نمیترسی از خدا نمیترسی خدا خواهد انشاءالله یک کار میکنی این حرام است انشاءالله خدا خواهد خدا هم یک زن داده چکرانه که انشاءالله خدا خواهد برای همین کسی که کسلی عادت میکند من طاقت که نمیتونی زنی اگر خدا خواهد میسی مسکا باشدم نمیفانه این کارا رو نکردم سر چشمش
من با همین دخترها توصیه میکنم یک سیم کارت بدبخت است سیم کارت همین تا شوم کردن سیم کارت دا کار فرمیدی اگه گفت شوم کردگی روز سیم کارت دا باتیش مایده کلا پارتو سویج سیم کارت انداخته برکم یک جان خدا خواهد مناظره شد ساعت 12 یکی شب یک همسایه پشت دخترم تلفن میکنه بالا شوهرش بیدار میشود میبینه نامری بیگانه میگن کی است این همسیف است خدا زده که شو برباد ساعت 12 یک تلفن میکنه آیله و بیرون کمی پرته بدبخت پشت تلفن دخلاقت بغیر اپت و زن و خالت و عمت زنهای بیگانه را ثبت نکن بعد در پاینت ها در وقتی پول موندن بینن یک دختر میگه در وقتی پول موندن پاینت ها نمرای دخترها دیده ساد یعنی بچه های نومرد استاده نمری زن تا میدزن انشاءالله خدا خواهد من میدانی بعد خدا خواهد بین مردم خزان نشه از خدا بترس انشاءالله خدا خواهد این کارها را نکن خدا یک زن مناسب نیست شکر کن بابا خدا خواهد اتام من اینجا مویز کلان ساله هستن یک زن که دی قناعت دارن کم سال است خدا زندگی خوب دارن فرزندک های خوب دارن الحمدلله این جوان ها امروز چی بلا زدید چی شد که امروز خانه ویرانی امروز چی شد اینقدر سیری پری بین همه این ناز و نعمت های لیکن دنیا چی؟ همه جنگ و جنجال همه غربت که پدر یک برادر میگه که بین داملا جان همه این ناز و نعمت الله داد لیکن غربت در خانه دام بسیار غربت بد داد یا خانه و غربت شاید چیز روز برکه میرود کارگی که بدن جنجال نکن کارگی که بچه و دختر جنجال نکن چی؟ از چی من حال بعد میدانم که قاری هستن در یک خانه زندگی میکنن قاری زنشو اینش در اون خانه که چی فایده قاری نشود ویژن یک و زنه قاری میکنه من ندوست که مرده کم خدا که چوب باشه قاری شد تو بره خودش دینا گو که کجا قاری میشی این طرف کار کن مرمت کن خدمت کن و پیغمبر بزرگوار زنهاش گلم میگو عطرم میگو شیرینم میگو حتی آیشه مادر میگه رسول الله گفت که منو بین همین گفت از کجای پیاله چای خوردی لب در کجاش رسید که من همونجا لب ممونده چای بخورم بی محمد بعد دوستش نمیدونم زنهاش خدا خواهد فقط که بخونکتنی فقط حقارت کنی بیچاره از دست که اسلام محمد گه ها گوری چه ای توبه کن بزنی خودت شیرین کم نمیدنی حتی به میگه که بزرگان اسلام اگر کارت با کودک قدر با زبان کودکی لب پشا میشه چون کارت با کودک افتاد با زبان کودکی لب پشا اگر مباد یک کودک دی کار نمیگه با زبان کودکی گفت زبان تا شیرین کن میگه آزن تونم زبان تا شیرین کن خواهی که حیات شیرین بری اگر نخواهی دوزخی همین دنیا خواهی نسبت زن جنگ و جنجال میگی نسبت زن رو غربت کردن میگیری دوزخ هست میدوی نصره نم خدا خواهد انشاءالله آخر خدا خواهد سر سفید میشه گفتی حضرت سینا اگر میگه دو چیز نباشد آدم ها عمری دراز میبینن یکی چند یکی غم این غم چیکار میکنه قامت راست خم میکنه این غم موی سری سفید سیاه میکنه این غم آخر میدانه من غم ها آخر شپوش میکنیم غم خوردن گیری همین بیمار همین غم ها و یا آدم بیمار کردن میگیرد آدی چندین پیش ما آدم ها آمده است میگم چی کسلی داریم میگه کسلی میگه نروی تو بکنم همین قدر زمانی سری پوری همه نروی همه کسلی از چی هست؟ از غربت هست نکنه غربت خلاقات انشاءالله استغفرالله غربت از کجا میشه وقتی که ما خاندان میدونیم من غربت بینیستش کسی که خانهش برود و بسم الله الرحمن الرحیم گفتن ندراید و به اهل خاندانش السلام علیکم و رحمت الله و برکاته نگوید شیطان در یک داسی مفتگی بچه شیطان است فرزند شیطان و در خانه میگرده داسی جا بدبختی شیطان بین زن و شوهر میگه جنگ میاندازم تا جدا شدن میبرم دیده یک نام خدا کردی یک سلام ته خدا کرد زنتنا سلام ته گناه نیست دخترتنا سلام ته یا پدرتنا مادرتنا سلام ته یا زن شما سلام ته خانه بی سلام نباشه
من شیطان ملعون در بالای بحر جا دارد، کلیساش موندگی است، بالای بحر. هر سحر آدما را چیکار میکنه؟ سفربر میکنه شیطان را که برای هم قبی داملا شد. اما داملا موجی بلا ای کفاش یک بلا که خدا خواهد ای معویزه مونه ای نماز مونه یک بلا که رساش کرد. هر یک دم سفربر میکنه بگه بعد اچات میگیفته کنید چیکار کنید. اینش میومده من فلان کردم تو کس جنگ انداخت میته هیچ گپ نیست وقت خدا خواهد راحت گوش که بود آشش میدازه میره. اینش میومده من فلان کردم آخریتش حق است کردم میومده های تو چیکار کردی بچم؟ من تو زنی شوهر نمیانش دومده جداشو کردم. رقص میکنه بعد اومده در کنار گیرده بوسش میکرده یک تاجی با به اندازه دکرش میمونده که تواری بهترین آدم نیست. بین زن و شوهر را جدا کردن چنان انشاءالله مشقت و دشواری داره. گفت که دختر چه خلاقت دوتا نصیحت دیگه شو میگیم خلاقت صحبت با آخر میرسانیم و برادرو منتظر یک جناب با توی بود است. الحمدلله من ایودم برمد است تلفن کردن ساعت 8 سخن باید خدا خواهد بازم است انشاءالله معیزه میشود حضور خدا خواهد بده بید اینجا با عبدالله خدا خواهد با مگذرم انشاءالله عبدالله شاگرد خدا خواهد بدم انشاءالله با صحبت میشود الله اگر مناسبی نه خدا خواهد انشاءالله. گفتم بینی برای گفتن دخترم بینی برای بوی کردن است چشم برای دیدن است. تو گفت دخترم گفت خانت بسیار زیبا کرد عطر زده بیست خانهاتن عطر زدن سنت عزیزانی من خانت برو خوشبوی کن یا که چشم برای دیدن گفت خود در گفت زیب و زینت برای شوهر لباسکای خوب پوش عطران از انو لباسی قیمت با برای شوهر ده عزیزانی من. وقتی که شوهرت بایکار می آید خود تزدیب گفت شوهرت باید شیرینی باید استقبال گیر. من زنای پیغمبر صحابه را بینین اگر شوهرش بگه ای کار می اومده است چنان میدهیده زیر ده که گوه که یک سال نه دستکای پشتاش بوسه میکنه در آبی تقارند آبی گرم جوشه نملک کلم میمونده چونکه آبی گرم آدم حلاکشه میگرفته است. در آوزه مرد جان پاچکاته بشو پاچکاش میشونده میدرد افقاتا تیارش کرده مونده مرد جان دلگیر نشو این زندگی همش میگذره گاه گیش نمیمونه گاه تاش نمیمونه هیچی جایی ویش نیست خدا قاد انشاءالله. بینید عزیزانی من چنان میگه خود تا زیب و زینته زیبی زن برای مرد عزیزانی من زنای ما شما زیباگیش در کوچه یا نمی همه خدا توی میرفته شا بازه میرفته شا یکنم ساعت 6 کرده شالیش میکنه خدا خواهد خواهد شروع خدا روکاش شروع زده پماد چماد آشه کرده خدا خواهد میسی مسکاش نمیبره نگی پیش خطنه چی استغفرالله خدا نگه داره با بعضش میگه که اگر زن شوشاواج با که خام لباسا که ابد شدم همین نکن خرج خدای لاگی زن فورا تمام این همین محبت است و محبت لباس خوب پوشیده خدا خواهد در وقت شیشتن در دمگه شده پشتکاش مالیده خدا خواهد مردک جان مرمت خرمت ای کار اومدی خدا خواهد میخواه مهنت کردی. بعض صحابه زناش در آفتاب میستادی گرما که ساعتی 12 و 1 همسایه زنش نمیده که آی چی خواهده که گرمای سرطانی مکه بلنده تو در شوهرم در کار در آفتاب کار کنه و من در خونشم این چی انصاف است انا خدا جو کدی زنای خدا جو کدی مونده باشه عزیزانی من بلکه هست باشدم جب که 20 فایده است 10 فایده است نه که اکثری زنای ما این کار کنن خدا خواهد انشاءالله. صحبت کنیم صحبت بسیار است عزیزانی من اصلا هم کم و شیرین میگن خدا خواهد انشاءالله. برامین از این نصیحت ها امید میکنیم که همه تو بهره برید انشاءالله خدا خواهد در آینده یک جامعه های خوب شه یک عائله های بهترین شه خدا خواهد انشاءالله یک سربلند شه خدا خواهد پیش دیگر قومان ده نگن که در شیار جداشهی بسیار است نگن که در شیار بد اخلاقی بسیار است. این بابای ما شما برای این وطن جانشون داده برفتن ما همین وطن حمایت میکنیم خدا خواهد ما هم هر یک دخترای این وطن دختر دانه بچه یکاش بچه دانه برادر که بیگانه است معامله خوب کردن اخلاق خواهد اینانی در پیش من چندین بد اخلاق ها میآید خدا خواهد آیسته آیسته میفراره خدا خواهد ما اگر با اخلاق خواهد معامله خوب کنیم گبی خوب دنیم مفتاری خوب کنیم انشاءالله جامعه هم خوب میشد حیاتمون هم شیرین میشد حیات های بهترین برای هر یک شما خانه آبادی
برای هر یک شما تنصیحاتی خاطر جمعی در آیلات و آسایشتگی رو میخوایم ما شما. این خدا ناز و نعمتی که داده است کنده نکند. باور میکنیم به درجه بالا رسید. این جناب عالی نشکر کرد. بیچاره جناب عالی بین فقط همین خدا خدش نکرد کلو. این خیلی پاشو در دنیا نیست. باور میکنه نالاک حیات برارده یا نمی نالاک چیزی که نمیتونه دازده بینه سوختمی بلکل آزاد کرد. با چکارت کرد چی که گویتید این بین این شنما را بین این رهاین همه جناب عالی تشبوس شد. اگر هوای همونجا قرار نتید نه را دستواد میشود نه دیگه میشود. بین خدا خواهد از ازبکستان نو تشکیل شد. من ازبکستان نو میدونیم یک شعار است در یک جا همه کوچه زدگی است. بو وطن در عزیز در انسان. ای وطن میگه فقط انسان ها خوب هستند. انسان ها باید با قدر باشند. انسان ها باید زیبا حیات برند. بین جناب یاد شعار شد. شکرانه کنیم خدا خواهد انشاءالله. این نارینه یک بریدن و 10 آدم سیر داره. این برکت خدا این نگیره. این در پیش این نون نگه همه چیز بیکار. اگر این نون نباشد دنیا چی در کار. این انگور توی سه و تین هیچ کار نمیتید. یک برید یک خدا خواهد پای دیواره. همین دیواری خدا خواهد در این دیتا میداشتگی یک برید همین خدا جدا نکنه. هم تداد برد پیشناب باید یک دونی نون میدن در چشمکاشو بابام میمالیدن. چون به قدری نون دانستگی گوشنگی ها دانستگی. حتی بعضش میگن که برای گوشنگی خانه ما فروختگی من چوب شه میفتم. چوبای خانهش نه گلیماش نه برای یک تنو که بچه یکم نمره. شکر کنیم که الله از این نگیره. خدا میگه قرآن و این لشکرتم لازیدنکم. اگر شما شکر کنیم من زیاده میکنم. اگر شما کفر کنیم میگه عذابی من سخت است برای شما. شکرانی نعمتت افزون کند کفرانی نعمت از کفت بیرون کند. کفنگیدم خدا بیرون میکنه. بریم الله انشاءالله تحسین همون خدا خواهد انشاءالله زندگی های خوب کنیم. انشاءالله خدا خواهد با آیلامو همیشه تین باشیم آیسته باشیم. البته وطن خدا خواهد تین باشد. من دیگر وطن ها ناتین امروز چی خواهد این همه میگه باعث زیبایی ها باعث تویا تینجی آسایشتگی. پیغمبر که دو نعمت است که آدم ها از محروم هستند. یکیش تنصیحاتی و یکی خاطر جمعی. این تینجی آسایش بریم همیشه سربلند باشین. انشاءالله خدا خواهد یک تلاوت میکنن در حق داماد و عروس دعا میکنیم انشاءالله خدا خواهد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على